سلام بچه، چطوری؟ تیمور هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که بهتون آموزش بریج هولد گاد بریج، همون گاد بریج صرف سی پی اس که بدون هیچ کلیک انجام میدین رو یادتون بدم. و اگه خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنل بنده رو ساب کنید. بدون معطلی let's go to the video. FOV پیشنهادی من برای این بریج همون پرو هست یا 109. تو این بریج شما ایمتون رو یا روی دومین پیکسل میگیری که این پک من حالا نشون نمیده دومین پیکسل رو. یه پک خوب چیز کنم، انتخاب کنم یه لحظه. خب شما باید ایمتون روی دومین پیکسل باشه و همین که شروع کردید بپرید و بریج رو شروع کنید. و باید ایمتون هم هی تکون بدید. الان نتونستم بذارید روی بریج دومین. خب این شکلی. حالا براتون کراس هی که استور رو من میذارم، نگاه کنید. میذارید دومین، میذارید روی دومین پیکسل، بعد شما جامپ رو میزنید و بیجو شروع میکنید این شکلی. بعد ایمتونم باید تکون بدید. الان من مثل اینو بذارم اینجا که من بزرگش کنم که خوب ببینید. دارم شما اول اسودیو مثل گاد بریج باید بگیرید دیگه. خب بعد نگه میداری اسودیو روی دومین پیکسل بلاک جامپ میزنید و این شکلی. ایمتونم باید تکون بدید. بعد ایمتونم باید تکون بدید دیگه. یه لحظه به کیسو به دکمه هایی که میذارم دقت کنید و ایمتون رو حتما باید تکون بدید این شکلی. به نظر من سنستون نباید زیاد باشه، معمولی باشه، همون سنس معمولی ماینکرافت. اینطوری آروم باید تکون بدید ایمتون رو رو به جلو و هر سه الی 4 بلاکی که میزنید جامپ بزنید و اینطوری شما هول گاد بریج رو بلد شده. فقط کافیه که تمرین کنید. حالا یک بار دیگه خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک و ساب کنید اگه خوشتون اومد. اگر مشکلی تو این بریج داشتید میتونید توی کامنت ها بگید که بهتون بگم چطوری راحت تر بزنید مشکلتون رو حل کنم. همین دیگه. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. خدا حافظ.